بدو دستمال کاغذی دارم، دستمال سفره، دستمال جیبی، دستمال دماغ. بدو بیا یادت نره. سرمونو بردی پسر، برای کی داد میزنی؟ غیر از ما کس دیگه ای تو این خیابون نیست که. تا حالا شب عید اینقدر خیابون خلوت دیده بودیم واقعا؟ بابا جان شما یادتون نمیاد یه زمانی بود که مردم قدرت خرید داشتن. به این ساحت عزیز این موقع همینجا سوزن مینداختی پایین نمیرفت. دیروز تو خبرها نوشته بود تورم 5 کشور حوزه خلیج فارس روی هم 6%، ولی تورم ایران به تنهایی 42%. قله از این بلندتر دیده بودین تا حالا؟ ای تو روح خودش و قلش. یادش بخیر قبلا میرفتیم سوپرمارکت یه چیزی میخریدیم میشد 100,000 تومن. صبحی رفتم سوپرمارکت هیچی نخریدم شد 200,000 تومن. به نظرم اینجور که اینا داره همه چیز گران میکنن دیگه بحث یمن و لبنان نیست. احتمالاً دارن یه کشور جدید میسازن که کلن هزینهش با ماست. آخوند کشور ویران میکنه پسر جان، نمیسازه. اونم با پول خرج کردن از جیب ملت که نتیجهش میشه این تورم و گرونی. گفتی گرونی؟ دیروز رفتم برای عید اتکلون بخرم عمو صفدر. با دیدن قیمتا به این نتیجه رسیدم که آدم باید بوی معرفت بده. قربانتو برم. چطور مگه؟ منظورش گرانیشه. الان با این قیمت‌های عطر و اتکلون بهترین بویی که میتونیم بدیم بوی هیچیه. البته بعدش از خرید اتکلون منصرف شدم، گفتم برم عوضش کتاب بخرم ارزونتر در بیاد. رفتم کتاب فروشی قیمت کردم، یک جلد کتاب و جنایت و مکافات 500,000 تومان. گفتم داداش این دیگه جنایت و مکافات نیست، نسکوشی مکافاته. همه چی همین جوره عمو جان، گرون و دست نیافتنی. الان هر بار میرم فروشگاه قیمت ها رو نگاه میکنم، تنها چیزی که میتونم بگیرم جلوی خودمه. ولی خداوکیلی خوبی ما فقیرا اینه که وقتی بابامون میگه اگه این کار بکنین از ارث محرومت میکنم جدی نمیگیریمش، کارو خودمون میکنیم. ولی میدونی تواناییشو دارم که از شام محرومت کنم و امشب خواهی دید. آقا جان شوخی کردم خداوکیلی، انقدر سخت نگیر. تهش یه نیمرو بخوای بدی بخوریم دیگه. میدونی عمو صفدر همش هر سن میخورم، چرا اون موقع که پیتزا 15 تومان بود چرا بیشتر پیتزا نخوردیم؟ آخه یه جلی چون اون موقع هم 15 تومن نداشتیم. این یه بار رو راست میگه عمو. تو مملکت علی گدا و 40 دزد بغداد روند کار اینطوریه که قشر متوسط از بالا میره پایین و فقیر میشه، ولی هیچ وقت قشر فقیر از پایین بالا نمیاد، مگر اینکه یه همتی بکنیم و اون مقام معذب ضحاک رو از بالا بکشیم پایین و بندازیمش تو فاضلاب تاریخ که روند کار مملکت درست بشه. اون وقت هم تو خسرو میتونیم پیتزا بخوریم، هم من میتونم برم فروشگاه و دست پر بیام. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.